سلام بابا. خیلی نامردی. وقتی که جواب اونو میدادی هیچ وقت واسه پیام نفرستادم، چون خیلی از دستت عصبانی بودم که رهامون کردی. ولی بعد وقتی ازت خبری نشد احساس کردم باید با اون تصمیم زندگی کنم و همین کارم کردم. اما امروز تولدمه و یه تولد خیلی خاصه، چون خودت یه بار بهم گفتی که وقتی که برگردم ممکنه همسن هم باشی و الان من همسن تو هم وقتی که رفتی. پس فکر میکنم زمان مناسبی باشه که برگردی.